این چیزا رو تو انیمیشن خانواده آدامز میدونستیم. وقتی پلاک ماشین آدامز رو میبینیم میتونیم ببینیم که روی اون نوشته شده CHAS 1938 که این اشاره به خالق خانواده آدامز چارلز آدامزه که این کمیکو تو سال 1938 خلق کرد. بعد از اینکه مورتیسا و گومز تصمیم میگیرن به تیمارستان نقل مکان کنن میگن که کسی اینجا نیست. ممکنه متروکه باشه، چه بازه، چه نازه. مرموزه، مخوف و دلنوازه. اینم که و اینا همون کلمات توصیفی هستن که توی آهنگ تم استفاده شده. وقتی عکسای بچگی پاگزلی رو میبینیم میتونیم مورتیشا رو ببینیم که روی قفس میله دار نشسته و عمو فستر هم داخل قفس. وقتی به زنگ‌های اعلام خروج اضطراری نگاه میکنیم متوجه میشیم که هر اتاق یه زنگ برای به صدا درآوردن داره. اما صحنه دیگه ای هم هست که به سیاهچال خونه میره، جایی که گومز دوست داره توی اون استراحت. وقتی برای اولین بار ونزدی رو تخت خوابش میبینیم که موهاش رو دو مسلی بسته، اما نوک هر طرف موها طوری طراحی شده شبیه تناب اعدام کوچیک به نظر برسه. نظر شما چیه؟ نظرتون حتما تو کامنت ها به اشتراک بذارید.